امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت انجام سفر رسمی به کنفدراسیای شویتزاریا و جمهوری فرانسه سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان، راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی بروسل نمودند. در این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان را وزیر کارهای خارجی، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رابطه‌های خارجی، وزیران رشد اقتصاد و سودا، مالیه، انرژتیکا و ذخیره‌های آب، صنعت و تکنولوژی‌های نو، رئیسان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، کمیته رشد سیاحی، بانک ملی تاجیکستان، پرزیدنت اکادمیای علم‌های تاجیکستان، رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌کنند.